رکوردرها در حقیقت یک سری گجت های مجزایی هستن که استیکارد میخورن و صدا رو روی اون استیکارد ضبط میکنن و شما بعد از اینکه در حقیقت ضبطتون تموم شد باید برید و این صدا رو جداگانه خالی کنید، تصویر رو جداگانه خالی کنید و این دو تا رو با هم سینک بکنید. یعنی با صدای شاهد دوربینی که گرفته میشه، صدای در حقیقت خود دوربین، این دوتا رو با هم دیگه سینک بکنید. حالا نرم افزارهایی هم وجود دارن برای سینک کردن این که مقدار راحت تر بشه. اما اگر که ما بخوایم صدا رو روی خود دوربین ضبط بکنیم با کیفیت بهتری، به جز در حقیقت میکروفون خودش، یک سری میکروفون کوچیکی دیگه وجود دارن. حالا من 3 تا از میکروفون های رود رو اینجا آوردم. برند سینهایزر هم برند بسیار خوبیه تو بحث میکروفون. برندهای دیگه هم وجود دارن مثل سارامونیک و بویا. حالا من بویا رو خیلی نمیپسندم، یه مقداری کوالیتیش پایین‌تره، البته قیمت خیلی خوبی هم داره، اما رود و سنهایزر واقعا برندهای خوبی هستن توی بحث صدا. خب حالا بگذاریم. این یکی از اون میکروفونایی هستش که روی دوربین وصل میشه. حالا من میخوام وصلش کنم که ببینید چه اتفاقی میفته. این روی دوربین وصل میشه و روی هاتشوی دوربین و ما این رو مستقیما وصل میکنیم به جک صدا و یک همچین استایل رو برای دوربین ما ایجاد میکنه. کاری که اینو انجام میده، حالا این یه مقدار صدا رو امبینسی تر میگیره، منتها مثلا این یه مقداری صدا رو نکتیزتر میگیره. یعنی عملا وقتی پشتش وایسم این داره صدا رو نقطه‌ای میگیره، صدای نفر روبرو یا اتفاقات روبرو رو میگیره. این هم به همین شکل. البته این اجرچی که ازش گرفتم یه مقداری این رو خیلی در و داغون کرده، ولی به هر حال اینا میکروفونایی هستن که یه مقداری نقطه‌ای صدا برداری میکنه. حتی این بومی که الان در حقیقت اینجا گذاشتم، این هم صدا رو داره کاملا نقطه‌ای برمی‌داره. الان من اگر که فرضاً اینجا شروع کنم صحبت کردن، خیلی صدا کمتره، ولی وقتی اینجا دارم صحبت میکنم خیلی صدا بیشتر. حتی این قضیه رو شوت اون کسی که داره صحبت میکنه خیلی بستگی داره. همینه که بوممن‌ها خیلی مهمه که شوت درستی داشته باشن، دقیقاً روی دهن بازیگر. مثلا الان نگاه کنید، من اینجا دارم صحبت میکنم، ولی وقتی اینجا دارم صحبت میکنم عملا شوت غلطی داره این. یعنی این کاملا صدای من داره اوت میشه. این میگن اوت شدن صدا. یعنی شما دقیقاً باید این نوک بوم رو روی دهن بازیگر یا دهن اون کسی که در حقیقت میخواد صداشو بردارید بذارید. این خیلی مهمه توی بحث صدا برداری. اگر که میخواین از میکروفون‌های این تیپی صدا بکنید یا این میکروفون‌های در حقیقت گان یا مینی گان یا مینی گانن، ناگانن، بهشون شاتگان هم گفته میشه. این بحث شوت خیلی مهمه که اوت نباشه. مثلا این یکی از اوناییه که یه مقداری صدا رو داره امبینسی تر میگیره، این صدای اطراف رو، اما اینا نه. اما در مورد صدا باید بگم که واقعا صدا میتونه یک گزینه‌ای باشه که خیلی مهمه برای یک ویدیوگرافر. هرچند من خودم هم توی صدا هیچ وقت نتونستم فعالیت خوبی انجام بدم، یعنی واقعا صدام همیشه میلنگیدم، به خاطر اینکه اولویت چندم من بوده دیگه. من همیشه به عنوان ویدیوگرافر اول اولویت خرید کردنم این بوده که اوکی لنز بهتر بخرم، فرضاً دوربین بهتر بخرم، نور بهتر بخرم و این پیشرفته رو ایجاد کردم. اما 2 تا مورد واقعا توی صدا خیلی مهمه. یکی این که شما وقتی صدا رو خرید میکنید مثل نور میمونه یه جورایی، یعنی براتون موندگاری داره، نیاز نیستش که هر بار اینو آپدیت بکنید، مثل لنز جدید که میاد، مثل دوربین جدید که میاد. اینا یه مقداری طولانی تره در حقیقت آپدیت شدنشون. مثلا انا فرضاً هاشف سنهایزر تقریبا 15-20 ساله که داره میاد و همین هاشفه هست، همین کوالیتی رو داره و واقعا کوالیتی خوبیه، هیچ پیشرفت خاصی نکرد. یا همین بوم و در حقیقت این رکوردرهایی که هست خیلی کوچیک داره پیشرفت میکنه. شما الان یه دونه H6 هم داشته باشید یا حتی یک H4 هم داشته باشید، کوالیتی خوبی بهتون ارائه میده. این از این بحث. پس یعنی صدا میتونه جزو خریداتون باشه که دیر به دیر انجام بشه. پس بهتره که روی صدا یک هزینه‌ای بکنید. مورد بعدی اینه که شما واقعا میتونید به یک ویدئویی که مثلا تصویر خوبی نداره، حالا شیکیه یا حالا مثلا بلره یا حالا هر اتفاقی، تماشا کنید، اما صدای بد رو واقعا نمیشه گوش کرد و این خیلی سخته برای بیننده که یک صدای پرخشخش و خیلی کم و یا مثلا فرضاً صدایی باشه که خیلی
شارپ نباشه، صدایی باشه که خیلی صدای امبینس توش زیاد باشه. فرضاً شما توی خیابونین و دارید از یک مثلا امبینسی استفاده میکنین، یا صدای خود دوربین یا فرضاً رکوردری که داره امبینسی میگیره، یعنی از یک میکروفون درست استفاده نکردین. این خیلی میتونه آزاردهنده باشه. ارادت.